بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، از خواهر سوال آمده است که آیا به مرد گردنبند و دستبند، حلقه و انگشترین جایز هست یا نه؟ بارک الله فیکم. البته که برای یک مرد مسلمان موحد گردنبند درست نیست، حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل را نکردند و کردنش را هم به خاطر زیبایی یا به خاطر چیزی دیگر رو من کردند و این چنین صحابگان نکردند و کردنش رو من کردند، زیرا که گردنبند این تنها به خاطر زیبایی از خصلت زن است. علما میگویند گردنبند انداختن، زنجیر انداختن یک مرد به گردنش اگرچه طلا نباشد، زیرا که به اجماع طلا انداختن مرد، استفاده بردن طلاواری، گردنبند طلا باشد، دست انگشترین، ساعت، هر چیزی طلایی که هست برای مرد استفاده بردنش به ساعت یا انگشتری حرام است. اما غیر طلا اگر مثلا نقره و یک چیزی دیگر باشد، گردنبند حرام است، زیرا که گردنبند این برای زیبایی برای زن هاست. مردی که به خودش گردنبند می اندازد این تشبیه به زن ها کرده است. تشبیه یعنی مانند به زن ها کرده است و این حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند مردهای را که خودشون را به زن مانند میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المشبه الرجال بالنساء، تشبیه دهندگان مرد به زن را. از همین جهت گردنبند 100% حرام است. اما حلقه، گردنبند و دستبند، این چنین در بند دست امروز بعضی از مردها رو میبینید که یگان چیزی میبندد، یا از زنجیرها یا که از رشته و ریسمان و چیزها. حرام است. این حلقه ها اگر به خاطر زیبایی باشد تشبیه به زنها است. بند دست مخصوص یگان زنجیر انداختن، یگان چیزی انداختن، این برای زیبایی برای زنها است. باز همون حدیثی که گفتیم که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم مشبه الرجال بالنساء، رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده اند تشبیه کنندگان مردهایی که خود را به زن مانند میکنند. همون مردهایی را لعنت کردند که به زنها خودش را مانند میکنند. بارک الله فیکم. اما این عمل را به خاطر زیبایی نیو، به خاطر از یگان مریضی دور شدن، به خاطر یگان همون ریسمان، همون زنجیر به من آسانی می آرد بگد، این شرک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عهد خودشون، در زمانشون، یک مردی را دیدند که در دستش ریسمانی دارد. گفتند که ماهی، این چی است؟ گفت من الواهینه، یعنی همین ریسمان به خاطر این بستم که من از تنبلی، از مشکلی، از کسلی نگه دارد، حفظ کند. پیامبر گفتند که این زعها، این دستبند بکن، نابودش بکن. فاین مت وهی علیک، اگر تو وفات کردی در حالتی که همین ریسمان یا همین چیز در همون دستت است، اعتقاد میکنی که به تو کمک میکند، لن تفلح ابدا، هرگز نجات نمیابی. در این مسئله حتی ندانستنش، جهل رو پیامبر صلی الله علیه و سلم عذر ندادند. ندانسته کند هم این شرک است. اگر اعتقاد بکند که این سببی پیشروی کارش، سببی مثلا نشاط، سببی سلامتی خوب شدن، بگه شرک اصغر است. اگر بگد که همین به من چیز، انا همین ریسمان یا همین زنجیر به من مثلا سلامتی میداد، این شرک اکبر است، کفر میشد. اعوذ بالله من ذلک. اگر این یگان سبب نگیرد، فقط به خاطر زیبایی باشد، باز حرام است، زیرا که زیبایی، این دستبند و گردنبند، این زنجیر یا یگان چیز دیگر، این زیبایی برای زنها است، برای مردها این حرام است، تشبیه است، برای تشبیه کردن مردها به زنها. و این چنین باز حرام است از سبب این که علتش این صفت کفار است. کفار هستند که به گردنشون زنجیر می اندازند و به دستایشون زنجیر یا چیزی دیگر می اندازند. مردی مسلمان وقتی که این عمل رو کرد، این خودش رو مانند به کی کرد؟ به قوم کفار کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن، حرام کردن تشبیه کردن
خود را به کفار مانند کردن یک مسلمان خودش را به کفار حرام است. پیامبر گفتند من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که خودش را به یک قوم مانند کند از جمله همونها است. خیلی خطرناک است. مسلمان باید نمود و شکلش مانند نمود و شکل کفار، مشرکین، مجوس نباشد. باید فرق داشته باشد. بالاخره زنجیر به گردن انداختن، دستبند انداختن از همه جانب هم ببینید حرام است. از همه جانب حرام است. اما دستبند ساعت باشد و ساعت اگر طلا نباشد، ساعت که به خاطر ساعت است بوکه ندارد. و انگشترین و حلقه میگد، حلقه به گوش کردن، این از صفتی زن ها است. حلقه این یک صفتی زیبا کردنی زن است، برای زن است. یک مرد وقتی که به خودش حلقه میکند خودش رو مانند به زن کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله لعنت کرده است مردی رو که خود رو به زن مانند میکند. یک. بعد از این باز تشبیه به کفار است. کفار امروز میبینیم که مردهاش به خود حلقه میکند. بعد از این تشبیه به همون همجنسگراها، مردبازها، همجنسگراها، لوط، قوم لوط علیه السلام بود، اینو لواطی ها میگن. به همون است. اعوذ بالله، این پسترین عمل است. مرد نباید حلقه اندازد. این شرمندگی است. از همه جانب حرام است، از همه جانب شرمندگی است. صفت زنا است این چیز. و انگشترین انداختن، انگشترین به دست انگشت گرفتن آیا جایز است. اما در مسئله انگشتری البته که انداختن انگشترین به شرط جایز است که طلا نباشد. اگر طلا نباشد، اگر مثلا نقره باشد، جایز است. با انگشتی که از طرف مثلا انگشت کوچکی که هست، از طرف انگشت کوچک به دو انگشت اولی کوچک یا دومیش انداختن، البته که این سنت است که پیامبر صلی الله علیه و آله انداختن. خود انگشترین پوشیدنش سنت نیست، اما اگر پوشیدی باید به همون انگشت کوچکو پوشیدن. اینش سنت پیامبر است. بارک الله فیکم.